روز پرنده دام را دید، برایش گفت تو کی هستی؟ دام در جواب گفت خلق از مخلوقات الله هستم. پرنده گفت چرا بر خاک نشسته ای؟ دام گفت برای تواضع به الله. پرنده گفت چرا پشتت خم گشته است؟ دام گفت از ترس الله. پرنده گفت چرا کمرت را بسته ای؟ دام گفت برای خدمت کردن به خلق الله. پرنده گفت این چوب چیست؟ دام گفت این عصایم است که به این تکیه می کنم. پرنده گفت این دانه ها چیست؟ دام گفت اینها را در راه الله صدقه می کنم. پرنده گفت اجازه است که از این دانه ها من هم بخورم؟ دام گفت اگر گرسنه شدی بخور. پرنده نزدیک شد که دانه بخورد، ولی دام او را محکم گرفت. پرنده فریاد زد و ناله و فغان کرد. دام گفت هرچی فریاد بزنی و ناله و فغان بکنی از چنگم خلاصی نداری. پرنده گفت ای بدبخت، از شر توی مکار حیله‌گر به الله پناه میبرم. چقدر سخنان نرم و شیرین زدی، اما چقدر فریبکار و خدا ناترس هستی. خواهرم، آیا میدانی این پرنده که فریب دام را خورد کی بود؟ این پرنده تو بودی خواهرم، و آن دام همان بچه های بوالهوس و شهوت پرست هستند که به جهان مجازی، که در عالم مجازی به مثل ویبر و همسینف و اینستاگرام و دیگر که با سخنان نرم و عاشقانه های دروغینشان می خواهند عفت تو، ناموس تو، پاکی تو را شکار کنند و تو را نابود کنند، و چند وقت بعد که از تو سیر شدند تو را فاحشه بخوانند و جوابت دهند. پس خواهرم هوشیار باش که در این دام نافتی.